مراسم چطور بود مهدی؟ مراسم یه ذره پیازداغ زیاد نکرد، بد نبود مراسم، واقعا چیزای باحالی معرفی شد. نمیدونم، خیلی چیز معرفی کرد اپل، یه سری چیزا که معرفی نشد، مثلا آیفون 15 اولترا رو اصلا هیچ چیزی در موردش نگفت، ولی آیفونایی که امشب معرفی کرد بد نبود، مثل دقیقا ارتقای سال قبل، یه مانوری رو دوربین میداد، حالا یه بدنه عوض کرده، یه تایپ سی گذاشته، تایپ سی خیلی مهمه. بعد دیگه چی گذاشته بود؟ آیفون 14 های آیفون 15 های خیلی معمولی. هیجان انگیز نبود. آره قبول داری؟ واقعا هیجان نداشت. ببین مراسم 2-3 سال مراسمای اپل کلا هیجان نداره، کلا مراسما که نه اتفاقا مثلا پارسال خب حتی سر داینامیک آیلند کلی ذوق کردم، یعنی بالا پایین میپریدم ولی امسال حتی اینم نداشت. خب بعد اصلا یه جور عجیبی بود، یعنی من اصلا نه از لحاظ بصری چیز خاصی داشت، نه از لحاظ حتی محتوایی، اصلا یه جور عجیبی بود امسال. نمیدونم، مثلا مجریاش یه ذره عجیب بود، مثلا داستان مجری هم خیلی جالب بود. یکی از مجریاش خیلی عجیب رفتار میکرد، موقعی که داشت درباره اپل واچ اولترا صحبت میکردن، یه خانمه بود انگار بهش گفته بودن که تا میتونی دهنتو وا کن. کلش همین بود، یعنی کل رفتاری که بود آره. بود که This is the new Apple گفتن تا Watch جایی که میتونی Ultra. جو بده که اصلا سالن انگار مثلا واقعا داره تو سالن اجرا میکنه. من داشتم میترسیدم از رفتار طرف. چرا اینجوری صحبت میکنی؟ بعد از اونم توی آیفون 15 یه مجری ایرانی داشتیم، خانم مریم عزیزی، خیلی مریم بار عزیزی بود. عزیزی گفتم، عظیمی بود، عظیمی. To tell you more, here's Maryam. This year, we're introducing the next generation of portraits on iPhone. Now, it's even easier to get stunning portraits of your friends and family. Portraits will get richer color and great low light performance. این نکته بود که بهراد کچ کرد، من نفهمیدم اصلا، حواسم انقدر به حرفا بود عظیمی رو کچ نکردم، ولی یه تیکش هم بود مجری داشتن، یعنی داشت توی همون بخش معرفی چیپست A17 پرو اومد گفتش که اینا بازی‌های خیلی خوبی ان و نمیدونم بازی‌های کنسولی میتونی روی گوشی اجرا کنید. یه تیکم یه پرزنتایی اومدن مجری تو محیط بازی کردن، این به نظرم یه چیز باحالی بود. آره اونم جالب بود. آره اونم خیلی به نظرم اون جزو چیزای جالب مراسم بود. یه بخش دیگه هم بخش چیز بود، مادر نیچر بود که توی بخش اپل واچ بود، درباره محیط زیست داشتن حرف می‌زدن. یه شو را انداخته بودن با تیم کوک و اون مادر نیچر رو حالا دروغ چرا من ندیدم، یعنی اون تیکر رو وسطاش دیدم ولی تقریبا فهمیدم که چی شد. یه سناریو بود آره یه دونه اینجوری بودش که آره سناریوی بازیگری طور بود که ما مثلا یه مهمون خاص داریم، مهمون خاص و مادر طبیعت، و میخوایم درباره اینکه اقداماتمون تا الان چجوری بوده برای اینکه بتونیم کاربن نیچر بشیم، یعنی که از کربن دی اکسید خودمون تقریبا پاک کنیم تو فرآیندمون، توی کاری که میکنیم توی لوازممون اینا، و داشتن درباره دستاورداشون میگفتن که چیکارا کردن تا الان. یه چیز جالب بود، چیز جدید بود کل. آره ببین یه جنبندی از کل مراسم بخوام یه نگاه البته من احساس میکنم از وقتی که کرونا شد و کلا همه در واقع چجوری بگم ایونت های معرفی گوشی و گجت شدن مجازی و آنلاین استریم میشن، کلا هیجان از مراسم ها رفت. قبلا اینطور بودش که مثلا مراسم آیفون 7 رو مثلا من یادمه، آیفون ایکس هم همینطور، آیفون 10 هم یادمه، وقتی معرفی شد مثلا تیم کوک میاد روی استیج صحبت میکرد، همه دست جیغ هورا، نمیدونم مثلا هیجان. آره اون جو چیزو نداره. آره الان مثلا خیلی خوش از نظر بصری مثلا روش کار کردن، بعدن مثلا ترانزیشن گذاشتن و نمیدونم اینجور چیزا، ولی اون هیجانو نداره. انگار خود یه نفری مثلا داره برای تو توضیح میده، توی میتینگ نشستی
فقط یه خورده جلوه ویژه و ترانزیشن و این چیزا گذاشته که خوشگلش بکنه. خودشون عملا راحت کردن دیگه. قبلا مثلا بعد 2-3 هزار نفر دعوت به نظر من اگه قراره مثلا چیز بشه دعوت که میکنن، یعنی مراسم دارن، مثلا تو ویدیوهای چیزا رو ببینیم، مثلا ویدیو MKBHD رو ببینیم این که طرف رفته یه جایی ولی دقیقاً همین ویدیو رو دارن براش پخش میکنن. مثلا اگه رفته توی جایی آنلاین یه پریمیر داشته باشه، یه تیکش رو میتونن لایو برن اونجا، جالب میشه. ولی خب مثلا کلا هیچی نداشت، یعنی حتی همون بصریه هم نداشت به نظرم. مثلا من یادم قشنگ سر آیفون 13 خب یه ترانزیشن فوق العاده داشت که یکی از دوربینای آیفون، یکی از لنزاش کل ساختمون اپل پارک بود. بعد یه ترانزیشن جذاب داشت که مثلا از یه شاتی داشت میرفت از رو گوشی داشت میرفت توی اون صحنه خود ساختمون اپل پارک، درباره پروموشن می‌خواست صحبت بکنه. اصلا خیلی چیز جذابی بود. یادم پیدا کنم برای بچه‌ها میذارم. خیلی باحال بود. خب آقا اول از همه در کلینه سلام. خوش اومدید به قسمت چند؟ 5 میشه. قسمت 5 بعد از سلام، خوش اومدید به قسمت 5 هدفون جک. بعد از چند ماه، بعد از چند روز آقای 2 ماه فکر کنم. بله. تاریخچه چتاتو بذار اینجا بچه‌ها ببینن. بله چقدر آدم قرار بود بیاد. آره ما قرار بود تا آخر تابستون انقدر خفن بشیم که همه رو دعوت کنیم. بچه‌ها یه چیزی بهتون بگم، پادکست ساختن، تولید محتوا، نمیدونم یوتیوبری، حتی مثلا ریل ساختن تو هر چیزی که فکر میکنید از دور خیلی راحته. میری توش میفهمی چقدر سخته و خیلی سخته. یعنی برای اینکه بتونی هندل کنی بعد تمام وقت از 6 صبح پاشی تا 12 شب فقط روی یوتیوب کار کنی. چیزی که خب من حداقل نمی‌تونم. الان من 3 تا نور روشن کردم که نورم در همین سطح شده که بتونم مثلا ویدیو عادیم باشه. الان ما دقیقاً داریم بعد مراسم ویدیو میگیریم. دقیقاً الان من صاف شدم تا این نورا رو تونستم یه جای درستی بذارم که یکم خوب باشه. آره خلاص بگذاریم بریم سراغ اولی محصولی که معرفی شد، اپل واچ سری 9. چه برای من آورده ای مارکو؟ اپل واچ سری 9 و اون بود. آقا یه اپل واچ معرفی شد، از نظر ظاهری که نگاش میکنی اونقدر فرقی نکرده، بگی بزنی دستت اونقدر فرق خاصی نداره. اول بگم که قیمتش هم حتی همونه، 5 سال همینه اصلا. آره واقعا همینه. من واقعا هنوز نمیدونم، مثلا آیفون رو میفهمم، مثلا آیفون 12 13 14، ولی اپل واچ رو واقعا نمیفهمم. مثلا از واقعا نمیشه فهمید از دور. این پردازنده جدید داره روش، چیپ S9 که خب قابل انتظارم بود. S9 رو داریم که اشاره هم حالا خود اپل بعد از 3 سال بالاخره چیپ رو عوض کرد، یا نمیدونم پارسال فکر کنم عوض کرد، 1-2 سال بود که دقیقاً همون چیپ رو میذاشت، فقط اسمش رو عوض میکرد. آره نمیدونم چه حرکته چیپی بود که این کار رو انجام میداد رو چیپ هاش، ولی آره امسال عوض کرد. آره. و انیمیشناش سریع‌تر شده، کارهای بهتری انجام میده، دیکتیشنش باحال‌تر شده، سریع‌تر شده. بعد اومده سیری و مثلا حالا یه فیچری که اضافه کرده، سیری اضافه کرده. آره از توی مثلا شما اگه می‌خواید سیری استفاده کنید روی کلاود سرویسه. حالا موردش رو خود اپل واچ مثلا میگفت انقدر ما قوی شدیم که دیگه اپل واچ خودش سیری داره. حالا دیگه اینا یه چیزی هست خوبه دیگه. و نیم دراپ رو داریم رو واچ او اس 10. نیم دراپ رو 3 ماه پیش تو iOS 17 دیدیم، الان رو واچ او اس 10 هم. حالا بیا دست تو الان بیار، دست چپ تو بیار سمت این وسط، ما نیم دراپ بکنیم. مسخره بازی. بیا اپل واچ ندارم من. آره اوکی منم ندارم، من تو ساعتم ندارم. بیا من ساعت دارم ولی مچت بیا نزدیک. خب پس ساعت تو بیار. بیا آوردم ساعتم. ما قرار بود این ویدیو رو بدون ادیت ببریم جلو. الان فکر کنم قشنگ ویدیو رو یه هفته بعد از مراسم. آره من تا 2 ساعت فکر کنم فقط باید همین یه صحنه رو درست کنم. خب دیگه چی؟ بعد توی روشنایی صفحه نمایشش هم 2000 نیت روشنایی میده و خیلی عدد خفنیه. البته تا 2000 نیت رو حالت اتوماتیک، رو حالت دستی کمتر میشه. اوکیه من اونم باز اوکی. آره و جالبیش اینه که خیلی زیاده 2000 نیت
و جالبیش اینه که خیلی زیاده. آره. و جالبیش اینه که تو محیط‌های خیلی خیلی تاریک تا 1 نیت هم صفحه نمایش نورش کم میشه. و این مال اولترا نبود یا مال اینم بود؟ فکر کنم مال اینم بود. فکر کنم این مال اولترا بود. شاید هم برای اولترا بوده راست میگی. ولی خب یادم نیست نه اینو. آره اولترا بودش که قرمز میشد، خیلی میومد پایین. و آره قابلیت دبل تپ که حالا قبلا هم مثل این که بوده. آره این جستیرش هم چیز جدیدی بود، ولی من نمیدونم چرا اپل چیز کرد. من قشنگ یادمه خیلی ها مثلا دور اطرافیانم اینجوری میکردم، مثلا تلفنشون جواب میدادم، ولی چرا اپل داره؟ که شاید من دارم اشتباه میکنم، ولی یه جستیر جدیده برای اینکه شما کاراتون رو بتونید انجام بدید. با این دوتا رو به هم میزنی و با اون سنسورایی که داره تشخیص میده که شما این حرکت رو زدین و یه عمل اصلی توی هر اپلیکیشن رو انجام میده. مثلا توی تماس‌ها جواب دادن به تماسه و موقعی که تماس برقراره این کارو بکنین قطع میشه. توی تایمر برای شروع کردن و پاس کردن آهنگ میتونید پلی کنید، پاس بکنید. توی هوم اسکرین اون ویجتایی توی واچ OS 10 رو بهتون نشون میده و چیز جالبیه. مثلا موقعی که دستتون بنده یا مثلا کثیفه چیز مثلا قشنگ میتونه کاربردی باشه. مثلا توی اپل واچ اولترا که مثلا شما داری میری توی ورزش داری مثلا کوهنوردی میکنی، مثلا اونجا خیلی جواب داشته. اونجا دیگه دستت کاملا بنده. و آره دیگه چی؟ بعد که اپل رفت رو فاز محیط زیست و اصلا این توی مراسم اپل دیگه چسبونده خودش رو به محیط زیست و هی 30%. آره 30% مراسم بودش که ما محیط تا زیست سال 2030 قراره محیط زیست رو خیلی جدی بگیریم. حله. حالا اولین حرکتی که زد اومد شارژر رو از تو جعبه حذف کرد. تا آیفون فکر کنم از 12 شروع کرد شارژرها رو حذف کرد، بعد هی جعبه رو کوچیک کرد، دوباره الان اومده جعبه رو فکر کنم 25% کوچیک کرده، جنسش رو از فیبر کرده، بعد اومده کلا بنده چرمی رو از اپل واچ حذف کرده. چون اینجوری میگفت ببین الان چرم کربن داره خب و کربنم برای جامعه نه جدی برای تولیدش. آره نه مثلا تو برای اینکه اون حالا گاوه رو مثلا پرورش بدی خیلی کربن نیازه. جدی مثلا اون خود اون نگهداری از اون حیوانه هست، برای غذاش هست، خود اون کلی کربن تولید میکنه که فقط مثلا خب این پوستش بشه بنده همینه. خب الان خود گاو و همه گاوایی که تو دنیا هستن فقط که برای بنده اپل واچ استفاده نمیشن که این همه مصارف دیگه هم اوکی ولی مثلا این بخشش هم هستیه. ببین یه داستان کلی که هست رد پای کربن دی اکسیده. یعنی تو برای هر قسمتی که داری استفاده میکنی تو یه سهمی داری توی اون رد پای. خب الان مثلا تو چرم کمتری مصرف بکنی، یه کمپانی چرم کمتری مصرف بکنه، این چرمه مثلا جای دیگه استفاده میشه یا اصلا استفاده نمیشه ازش. خب ازش مثلا استفاده دیگه ای میشه به عنوان چرم دیگه شاید مثلا استفاده نشه. و این رد پا رو اپل داره از خودش شروع میکنه صرفا. یه حرکت مثبت. تو مثلا شاید نری یه دونه تو شاید نری یه دونه فرش چرم بخری یا یه کت چرم بخری، ولی مثلا آره دیدم از این پوست و خز و اینا میندازن که فرش چرم نداریم آخه. یا مثلا حالا مبل چرم داشت ساعت 10:30 شب از من چه انتظاری داری من بدونم فرش چرم داریم یا نه. ولی مثلا مبل چرم داشته باشی خب. ولی اپل واچ با بند چرم مثلا شاید خیلی داشته باشن، یا مثلا قاب با بند چرم شاید خیلی داشته باشن چون چیز شیکیه واقعا. یعنی حتی شما مثلا چرم هم کاری نداشته باشی کلا از لحاظ قیافه‌ای واقعا قشنگه. آره حالا دیگه اومده بعد ولی کلا این حرکتی که داره میکنه برای اینکه بگی که خب من الان دارم از توی محصولات خودم سعی میکنم این کربن رو حذف بکنم و من مثلا دوستدار محیط زیستم و خب حرکت مثبتی هم هست واقعا. یعنی مثلا اون کلی مزارع چیز درست کرده، پنل خورشیدی درست کرده، از انرژی باد استفاده میکنه و اون بخشی از محصولاتش که مثلا داشت میگفتش که ما خیلی از اپل واچ رو اومدیم از این فرآیند این رد پای کربن حذفش کردیم، اون بخشی هم که مونده اومدیم جنگل ها رو احیا کردیم، تالاب ها رو احیا کردیم که بتونن اون مقدار کربن دی اکسیدی که ما مصرف میکنیم برای این محصول رو بتونن پوشش بدن که تبدیلش کنن به اکسیژن دوباره. آره. و مثلا میگفتش که اون
مقداری که الان اپل یه چیزی اضافه کرده توی آیفون ها برای اینکه شما بتونی از انرژی های پاک گوشی تو شارژ بکنی. خب توی تنظیمات آیفون بری هست توی این iOS های جدید اضافه شدش و مثلا داشت میگفتش که ما میایم الان جدای این که تو آیفون ها هست برای اپل واچ اومده چیز کرده، اومده گفته که ما اومدیم حساب کردیم که چقدر مثلا این همه این کار برای قرار مصرف بکنن و به ازای همونقدر میایم درخت میکنیم که بتونن اون مقدار کربن دی اکسیدی که صرفا صرف شارژ اپل واچ ها میشه رو بتونیم پوشش بدیم که تبدیل بشه به اکسیژن دوباره. خب حرکت واقعا مثبتیه که اپل شروع کرده، با اپل واچ شروع کرده، یه لوگویی میخواد بزنه روی جعبه‌هاش و چیز جالبیه. دیگه حالا این حرکت مثبت بیشترم خیلیش جنبه تبلیغاتی هم تا حدودی داره. نمیدونم حالا آره. خوب هست خوب نیستش، حالا باید بعداً ببینیم تا 2030 جنبه سیاسی بیشتر داره. آره خب مثلا الان باشه چون دولت‌ها خیلی بهشون فشار میارن و همچین کمپانی. آره مثلا تو اروپا این قانونا زیاد میذارن. بعد آقا اپل واچ 9 گفت، بعد رفت سراغ اپل واچ اولترای 2. استفاده‌ای که تو ایران از اپل واچ اولترای 2 میشه فقط برای واقعا کلاسه. یعنی من دست خیلی دیدم اپل واچ اولترا رو میخرن، حالا دوش من کردم. آره اپل واچ اولترا طرفش تو سوپرمارکت کار میکرد، دستش اپل واچ اولترا بود. دقیقاً. مثلا داداش اصلا چرا؟ نه اینکه سوپرمارکت یا نمیتونن برام ورزش کنن ولی واقعا من کوهنورد مثلا ندیدم اپل واچ برای اونی که میره یا قواس ندیدم. برای اونی که میره زیر آب 40-50 میره زیر آب اون اپل واچ اولترا دستش کنه، نه تویی که داری از صبح تا شب بارکد میزنی. خب الان تو به چه دردت میخوره؟ $700 یعنی پول یه آیفون واقعا. بعد مثلا الان خیلی قرار اپل واچ 2 رو بخرن، اولترا 2 رو بخرن که هیچ فرقی نکرده با نسل قبلش. من توضیح بدی که نه فقط این دوشه، نمایشگرش روشناییش بیشتر شده. آره نه این دوشه داداش، تو متوجه نمیشی. 3000 لیتر روشنایی داره. خب خیلی خوب. آره این تنها فرقشه با باتریش با پردازندش فرق شد، ولی فرق اساسی واقعا نداره. آخه واقعا فرق اساسی نیست. ببین مثلا الان تویی که یه کاربر معمولی چه فرقی میکنه یک با دوش؟ مگه تو چی کار میکنی با؟ آره اگه یکی باشه که خیلی هر روز استفاده کنه و حالا بازم حرفه‌ای بخواد، اونم باز واقعا یعنی آخه اونی که هر روز حرفه‌ای هم قرار استفاده بکنه خب اپل واچ نمیبنده. میدونی اپل واچ اولترا یه واقعا افراد خیلی خاصی، محدوده افراد خیلی کمیو داره که هم میخوان از ساعتشون به عنوان یه ابزار حرفه‌ای استفاده کنن، هم بتونن یه ساعتی باشه که روزمره بخوان ازش استفاده بکنن. آره حالا اینا که بگذاریم، کسی که واقعا حرفه‌ای داره ورزش میکنه اپل واچ اولترا نمیگیره، کسی که حرفه‌ای ورزش نمیکنه اپل واچ اولترا نیاز نداره. اون نیازش رو برطرف نمیکنه، این نیاز نداره. یه واقعا بخش خیلی کمی بین این دوتا قشر هستن که به اپل واچ اولترا نیاز دارن. خیلی کم ولی یه چیز آپدیت سالانه است که اپل معمولا همیشه میده دیگه. کلا امسال دقیقاً همین بود. مثلا فکر کنم هدفش هم یه آپدیت کوچولوی ریزی که ما داریم پیشرفت، مثلا یه 10-20% یه خورده پیشرفت کرده. آره ما داریم زحمت میکشیم. آره روشنایی دیسپلیش تا 3000 نیت میره بالا. اون قبل 2000 بود، این 3000 که قشنگی که شما خورشیدم قشنگ بالش بتابه میتونی ببینی، هیچ مشکلی نداره. چیپ S9 که تو اون بود تو اینم هست. قابلیت دوچرخه. این چیز روشنایی صفحه نمایشش یه دونه ویژگی خوبی که میده برای چراغ قوشه که تو اون تایلای آخرش هم که یه جنبندی هم اشاره کرده بود بهش، به فلش لایتش اشاره کرده بود. کل پروژکتور میندازی رو طبیعت برای اینکه ببینی قشنگ اینطوری به عنوان چراغ قوه. این واقعا چیزه به درد بخوریه. این یه موردش واقعا این ساعت به درد بخوره. میرم چراغ قوه میخرم. چه کاریه؟ من $50 $100 میدم یکی از قوی ترین چراغ قوه رو میخرم. چرا باید برم $800 بدم به خاطر این؟ حالا اوکی. تشخیص ارتفاع از -500 تا 9000 متر بالای دریا. قابلیت غواصی تا 40 متر. 36 ساعت عمر باتری و 72 ساعت با لو پاور. پارسال 60 ساعت بود، امسال شده 72 ساعت.
و قیمتش هم عیناً همون قیمت سال قبل افغانه. اگه اشتباه نکنم $800 که بله جی پی اس به علاوه 800. سلولار که کلا این بخش اپل بله. واچ بود. اپل اومد فکر کنم تو کلا یه رو 20 دقیقه کل اپل واچ رو جمع کرد. مراسمش خیلی کوتاه بود امسال. اصلا خیلی کوتاه بود. هم اپل واچش کوتاه بود. آره آخه چیزی معرفی نشد. مثلا ما سال قبل ایرپاد این موقع معرفی میکرد، نمیدونم ایرپاد هم داشتیم. آره بعد مثلا میومد دیگه چی رو داشتیم پارسال چیز دیگه نداشتیم، همینا بود، فقط ایرپاد بود، یه اپل واچ اولترا بود، یه خیلی روش مانور داد. آره اپل سال واچ اولترا پیش. پارسال خیلی آره روش برای مانور. میگم چرا خیلی کوتاه بود. امسال اپل واچ خب چیزی آخه اضافه اولین نشد نسلش بود. واقعا. و آقا اپل واچ رو اسکیپ کنیم بریم سراغ آیفون. آقای حضوری بله آیفون های خیلی جذابی که امسال معرفی شدن و طراحیشون عوض شده. من واقعا راضیم. این یه تغییر مثبتی شبیه بود که اسباب اپل بازی شده. امسال ایجاد کرد. هر کاری نکرده بود اصلا چرت شده، ولی خب یه ذره گوشه هاش گرد شده و این انگشت الان بدبختتون قرار نیست نابود بشه از رو. تو الان برو آیفون 15 معمولی رنگ صورتیشو بخر، انگار واقعا رفتی گوشی اسباب بازی خرید. خب انقدر این طراحی نمیگم باربی باید چرا اونو با باربی مارکت نمیکنن؟ واقعا خفن میشه. ایده $1,000,000 $1,000,000 با بهراد. همین رو بفروش به واقعاً. اپل. یه دونه آیفون های یه سری چیزای پروداکت رد داره، این آره دقیقا همونو بیاد چیز بکنه. خفن حاجی واقعا خفن میشه. جدی من مطمئنم قراره یه ذره تایمشون به هم نمیخونه. یه 2 ماه مثلا باربی باید دیرتر اکران میشد. عجب چیز خفنی الان میشد. اکران شده. چه مارکت خفنی. همزمان با آره اپل تیوی استریم بکنی مثلا، چه میدونم روشم. آقای تیم کوک اگه داری این ویدیو رو میبینی تو رو خدا این ایده رو انجام بده. این ایده رو انجام بده بعد که سهمش رو به من بده. من 2% هم راضیم. 2% خیلیه. 2% فکر کن تو چقدر فروش آخه. خیلیه. برای همین دیگه. خب آقا طراحیش متفاوته. اومدن دور پشتش هم تازه اومدن مات کردن و تغییری که ببین آیفون 15 و 15 پلاس عین پارسال همون آیفون 14 پرو مکسه که اومدن فقط یه خورده حالا تغییرش دادن. فقط داینامیک آیلند مثلا بیشتر از پارسال تغییرش دادن. آره تغییرش بیشتر. هم ظاهریشو عوض کردن، هم داینامیک آیلند بود، هم دوربینش خفن شده بود. بعد خودش اپل هم گفت یه سری فیچر ما به داینامیک آیلند اضافه کردیم که خب چیز قابل پیش بینی هم بود. صفحه سوپر رتینا ایکس دیگه اینا مال خود دیولپرای اپلیکیشنان دیگه. خود اپل که چیز خاصی اضافه نکرده. یه کوچیک کرد البته. آره دیولپر اپلیکیشناشونه. آره خاصی. بعد صفحه نمایشش که همونه 6.1 اینچ نسخه معمولی، 6.7 اینچ نسخه پلاس. صفحه نمایشش سوپر رتینا ایکس تی آر که خب طبیعیه. روشنایی 1600 نیت HDR و افزایش تا 2000. من فکر کنم الان دیگه آیفون 15 هم 120 هرتز اگه اشتباه نکنم. درسته؟ یا پروموشن رو نگفت. پروموشن اشاره نکرد. پروموشن چیزی نگفت. همون 60 نگفت. نه آره 60 هرتز هم. جدی هنوز 60 هرتز میزنه؟ آره 60 هرتز. من ویدیوی ردمی 12 رو ضبط کردم و 1-2 روز دیگه ویدیوش میاد. ردمی 12 یه گوشی بسیار مزخرف ولی صفحش 90 هرتزیه. گوشی 7 میلیون تومانی. بعد گوشی 50 میلیون تومانی هنوز صفحش 60 هرتزیه. خیلی واقعا داره این فاصله بین نسخه آدیو پرو رو اپل زیاد میکنه و این واقعا یکی از موثرتریناشه. واقعا 60 آخه خیلی افراد هول میده بخوان بره پرو. واقعا الان گوشی من 120 هرتز از وقتی 120 هرتز شده به این صفحه نمایش 60 هرتز دیگه واقعا نمیتونه. اصلا چشم نمیدونم چش شده که دیگه همه چی کند میبینه. واقعا ترسید. دلش صفحه نمایش 30 هرتز کار نمی‌کنی به خاطر لگ زیاد که باشه بازم خیلی احساس میشه واقعا. ولی اونه که واقعا دستش 5S هنوز کار میکنه یا نه؟
5S هنوز کار میکنه؟ 5S هنوز کار میکنه و نمایشگرش داره کم کم میسوزه. من بچه ها نشون یه بدم عتیقه‌ای به تمام اینو معناست. بیام بیرون. آره بچه ها میتونم ببینن این یه تیکه رو. اگه درست بتونم نشون بدم این یه تیکهش خب نمیدونم چیزی رفته زیرش یا چی، اصلا رنگاش عجیب شده. حیف اون خیلی به خود. اتفاقای قشنگی داره میفته براش. یکی دو روز دیگه انشالله کار بکنه، بعدش برمیگردم سراغ گوشی. آره بعد اینکه دیگه چی داره در مورد نمایشگر؟ همین دیگه داینامیک آیلند و روشنایی بیشتر. گفتیم باتریشو گفت بهتر کرده و دوربین جدید داره شبیه دوربینای پارساله یا فکر کنم دوربینای پارساله که 48 مگاپیکسلی بودش، بعد قابلیت اون 12 مگاپیکسل فریم وسطشو داشت. یه چیز جدیدی که امسال اضافه کرده اینه که گوشی وقتی دارید چون عکس میگیرید 2 تا عکس میگیره، یعنی نمیدونم چه جوریه ولی 24 مگاپیکسل حالت عادی عکس‌ها تحویل داده میشن نه 12 مگاپیکسل که یه رزولوشن زیادتری داره نسبت به سالهای قبل و اینکه با فوتونیک انجین اون پردازش نرم افزاری جدیدشه میاد عکس‌ها رو بهینه میکنه، سچوریشن، کنتراست، اکسپوژر اینا رو درست میکنه، رنگ پوستا رو درست میکنه و یه عکس بهتری نسبت به سال قبل تحویل میده. همین تکنولوژی رو تو آیفون 15 پرو ها هم آورده که 24 مگاپیکسله ولی 15 پرو اصلا سنسورشون جدیده، حالا بهش میرسیم. بعد دیگه چی؟ باتریش هم بهتر شده بود نه؟ باتریش هم یکم بزرگتر شده بود. آخه در باتری صحبت نمیکنه، ظرفیت باتری در معمولا بعد از مراسم همون میگه که یکم بهتر شده. آره مثلا میگه یه ذره بهتر شده و اینا رو معمولا میگه. بعد در مورد دوربینش دیگه اگه چیزی بخوام بگم نه همین پرو آیفون های یه چیزی که تو دوربین اضافه شده خیلی جالب بود، مثلا اینی که شما میتونی یه عکس معمولی ثبت بکنی از یه سوژه‌ای و از یه حالا میتونه انسان باشه، میتونه سگ یا هر مثلا حیوانی چیزی باشه، میتونی اون رو ثبت بکنی. بعد اون بعد از اینکه ثبتش کردی اون عکس رو میتونی خودت دستی به حالت پورتره درش بیاری. حالا اگه تونسته باشم چیز بکنم. اینجوری بود؟ آره من فکر کنم چیز بودا، فکر کنم عملکرد سینماتیک مود رو آورده بود روی پورتره. خب یعنی تو سینماتیک وقتی میگیری بعدا تو تنظیماتش تو فوتوز میتونی سوژه رو عوض بکنی خب که رو کجا فوکس بشه. فکر کنم این کارو کرده بود. الان رو پورتره 2 تا چیز بود، یه دونه این بودش که مثل ماکرو، این که مثلا خودش تشخیص بده که خب این الان پورتره است، دوست داری پورتره بگیری یا نه، اون پایین یه دونه علامت میاد. آره دقیقاً. و یه دونه هم این که وقتی عکس پورتره میگیری آره دقیقاً همون فیچری که الان عادی نمیگیره. خب میدونی اون حالتیه که آره اون چیز نیست، اون پورتره نمیگه. ماکرو وقتی دیدی ماکرو میگیری یه دونه گزینه آپشن رو پایین میاد که میتونی ماکرو رو فعال و غیر فعال کنی. آره خب اون خودش میتونه تشخیص بده که خب الان این عکس بهتره که پورتره باشه یا نه، بعد تو میتونی فعال و غیر فعالش بکنی. اینجوری نیستش که عکس عادی رو بتونی پورتره کنی. نه ببین اینجوری قابلیت. یعنی منظورم این بود که نمیخواد سویچ کنی به حالت پورتره. تو وقتی مثلا دوربین رو میگیری سمت یه شخص، میخوای مثلا میخوای پورتره بگیری ولی رو پورتره نیستی، میگیری سمتش، پورتره ساده تر خودش پورتره میگیره، حالت پورتره بعد فعال میکنه پورتره میگیره. آره من فکرم گفتی عکس رو کاملا عادی میگیری بعد خودت پورتره میشه. آره همون دوم رو همون حالت فوتو عادی پورتره میتونی بگیری. آره جالبش ولی اون قابلیت که بتونی بعدش هم عوض بکنی سوژه رو خیلی جالبه، خیلی کمک میکنه به عکسای پورتره. بعد بعضیا خیلی درباره باتریش هم اپل چرا یه صحبت خیلی ریزی کرد، گفتش که میتونه کل روز بهت شارژ بده. این کلیت باتریش بود. یکم هم بیشتر شد. آره اگر حالا چیز نکنی، کار خاصی روش نکنی. در مورد سی پی یوش هم همون A16 باینی که A16 بود یا A17 بود؟ A16 بود. A16 14 پرو پارسال. A16 14 پرو پارسال اومده گذاشته توی
آیفون های 15 و 15 پلاس که دو هسته مثلا هایشه، 4 هسته بهینشه، بعد 5 هسته پردازشگر گرافیکیشه و ارتباطات یه چیزی هم به ارتباطات ستلایتیش اضافه شده. ستلایت SOS که الان قبلا تو پارسال آیفون 14 پرو مکس داشتن، الان همه مدل‌ها دارن. بعد یه چیزی که اضافه شده، نه پارسال 14 عادی هم داشتن. مطمئنی؟ 14 عادی هم ستلایت داشتن. آره یادمه. کنم نداشتن. ستلایت داشتن. چرا داشتن؟ چرا؟ نه داشتم. اینو مطمئنم. خب همشون داشتن پارسال. خب آره. امسال فقط یه آپشن جدید بشه. آره قابلیت رود ساید اسیستنت برای امداد خودروه که اگه تو جاده ترکیدی، امداد دقیقاً امداد نجات خودرو. آره تو جاده پنچر کردی، تصادف کردی، اینا مثلا به درد میخوره. بعد قیمتش هم که برای آیفون 15 $800، برای آیفون 15 پلاس هم $900، نسخه بیسش 128 گیگ میشه. احتمالاً هم 128 داره، 256 قیمت پارسال. 512 یه ترا رو مطمئن نیستم. بعد داشته یه ترا فکر نکنم داشته. حتی 512 هم فکر نکنم آیفون عادی یه ترا داشته باشه. 512 داره، یه ترا رو نه. آیفون عادی یه ترا داشته. چرا؟ آیفون پرو یه ترا رو داره. 512 داره. فکر کنم داشته باشه. نه نداره. اون 128 نداره. آره 512 هم نداره. نه نداره. 2 تا نسخه داره اگه اشتباه نکنم. آره 2 تا نسخه داره. خب یه تغییری که هم آیفون های 15 کردن، هم 15 های پرو، یعنی هم 4 تا سری، تغییریه که خیلی دوستش داشتن. خیلی ده ها سال به اپل میگفتن که چرا این حرکت رو نمیزنی، چرا دست از سر این لایتنینگ بر نمیداری. بگو. بخوام اینترو بگم که من اینجا رو گل ریزون کنم. این گله و بله تایپ سی بالاخره بعد قرنها بالاخره ما رو آیفون ها تایپ سی داریم. نکسوس 5 سال 2000 الان میتونم همه دستگاهامو با یه دونه کابل شارژ کنم. هورا هپی. واقعا خوشحالم. نکسوس 5 سال 2015 تایپ سی داشت و آیفون 15 سال 2023 هم تایپ سی داره، ولی تایپ سی قوی اومده. بالاخره تایپ سی قوی اومده. یه دونه بخش مثل که اضافه شده به سی پی یو ها، هم A16 بایونیک هم A17 پرو که جلوتر میگیم، که شما میتونید مطمئنی؟ آره تو جفتش اضافه. من فکر کنم 16 نداره این قابلیت ها. خب میدونی چی میخوام بگم؟ چون یکی از دلایلی که میدونم چی میخوای بگی، سرعت بیشترش بود، بعد سر این که بتونه فایل رو بهتر ترانسفر کنه. چون این یکی از شایعه‌هاش هم اگه یادت باشه بودش درباره آیفون ها که 15 عادی با 15 پرو سرعت تایپ سی شون فرق داره. به خاطر همین بخش توی پردازنده شونه. آره. که 15 پرو داره، 15 عادی نداره. بعد خلاصه که تایپ سی رو آورد و یه چیز دیگه هم گفت فکر کنم اگه اشتباه نکنم که قراره تمام دیوایس‌های تمامشو که نه، یه سری از دیوایس‌های قدیمیش رو دوباره مثل اینکه میخواد عرضه بکنه با تایپ سی. مثلا ایپاد پرو 2 رو قراره دوباره با تایپ سی گزینه بده به بازار و حالا مثل که آیپد و آی مک بقیه محصولا هم سالای بعد میخوان چیز کنن. آره آیپد که خب الان مک ها همشون چیز دارن، همه مک ها الان تایپ سی ان، همه آیپد ها تایپ سی ان، آیفون ها الان تایپ سی ان و ایپاد پرو 2 الان تایپ سیه. ایپاد مکس و ایپاد عادی و احتمالاً سال دیگه یه آپدیت کلی بده که قابلیتاشون بیشتر بشه و تایپ سی رو شاید ایپاد 4 رو بدم. آره دیگه همون منظورم که یه نسل جدیدش بشه. چون پروی 2 رو تازه داده بیرون دیگه، اصلا منطقی نیستش که بخواد. نه ایرپاد معمولا مثلا دوباره جدید کنه. 2 سال یه بار معرفی. هر سال نداره. و اینم از آیفون. خدا رو شکر بالاخره که ما خدای شکرت بابت تایپ سی. مرسی بابت این هدیه گرانبهایی که به ما عطا فرمودید. یه جوری میگه انگار واقعا 15 پرو یه جوری انگار واقعا این گوشی‌ها داداش آخه واقعا دردسر بود دیگه.
نه خیلی چرت بود. نه خیلی خوبه، خیلی خوبه. قبول کن که خیلی چرت. مدی بار گم شو. لایتنینگ خب من نگفتم خوبه که. خوبه. خب دیگه تایپ سی خوبه. خوبه دیگه. لایتنینگ خوب نیست. تایپ سی خوبه. خوبه. تایپ سی خوبه. تایپ سی عالیه. آقا تایپ سی بهشته. آقا جمع کنم. آیفون 15 و 15 پلاس یه آیفونیه، همون 14 پرو مکس قبل پارسال، یه ذره خوشگل ترش کردن، یه ذره گوگلی ترش کردن، تایپ سیش کردن، دوربینش یه مقداری بهتر شده و اگر یه گوشی معمولی میخواین 800-900 $، که رجیستر هم نشه، پول رجیسترش هم معمولی. بدین، واقعا انتخاب اصلا نشه. یه دونه اندروید داغونم کنارش داشته باشین انتخاب بی‌نظیر. بریم سراغ آیفون 15 پرو و پرو مکس. یه تغییری که نسبت به نسل قبل خودش کرده آیفون ها، بدنه تیتانیوم میشه بزرگترین تغییر و لبه هاش هم عین 15 معمولی خورده همچین کروش کرده و گرد. آره اون تیزی که بود دیگه نداره دیگه. دستت واقعا تیزیش اذیت میکنه. خدا رو شکر. آره. خیلی اذیت میکنه. واقعا قاب نداشته باشید تیزیش واقعا اذیت چاقوه. حاشیه‌هاش مثل اینکه این مقدار کمتر شده. صفحه نمایش همون سایز 6 و یه مقدار نه، مثل که یکم زیادی کم شده، یعنی قشنگ خیلی کم شده که واقعا من خوشحالم، یعنی چون آیفون ها همینجوری حاشیه بالا پایینشون هم مثلا بغلاشون کمه و قشنگ حس گوشی خفن رو میده بهت. آره مثلا مقایسه میکنی با گوشی‌های اندرویدی، مثلا فقط ناتینگ فونه که اینجوریه فعلا، ولی گوشی اندرویدی بالا پایینش تا خرتناق هنوز حاشیه دارن. بعد بغلا رو آوردن کرو کردن، اصلا نمیتونی ببینی مثلا یه فناوری. نه این واقعا از نظر طراحی واقعا خوب شده. تیتانیوم بهتر شده، یعنی رو کاغذ جدی بهتر شده، ولی چرا زشت شده به نظرم. میگم یه جوریه یه خورده انگار خیلی. ببین یه چیزی بهت بگم، آیفون 12 هم که معرفی شد وقتی اومدن انقدر قطر براش گذاشتن، همین میگفتن یعنی چی؟ نه اصلا داستان اونش نیست، داستان قیافشه. میدونم بعد که میاد تو دست من همچین احساسی دارم، بعد که میاد تو دست زیادم میشه تازه میفهمی مثلا چقدر خوب شده و چقدر خوشگل شده و تازه مثلا آیفون یه فرقی مثلا کرده. الان یه سوال بذار من بپرسم ازت. اون تیکه دوربینش، خب فکر کنم من تو چیزی که یادمه تیکه دوربینش الان تو مثلا 13 و 14 رو نگاه کنیم پراشو، خب تیکه دوربینش، قاب دوربینش خب یه حالت شیشه‌ای طور داره، خب شفافه. مثل بقیهش مات نیست. فکر کنم توی 15 پرو اینجوری نیستش، کلش یه دست ماته. این فکر کنم به خاطر اینه که من حس دقت نکردم به طراحیش، وگرنه فکر کنم همینجوری باشه. دقت نکردم چون یه جوری بودش که انگار خوشم نمیاد جدی از طراحیش. دقیقاً همین جوریه، حسم اینه که یه جوریه، اصلا نمیدونم چه جوریه، چه جوری توصیفش کنم، یه جوریه، یه جور خاصیه که ولی از لحاظ طراحی که تو دست گرفتن باشه بهتر شده، از لحاظ اینکه حاشیه‌اش کمتر باشه خب بهتر شده، ولی یه جوری همچنان. آره خب بعد تیتانیوم گرید 5 نمیدونم یعنی چی، من تیتانیوم شناس نیستم، ولی گفتش که توی مریخ نوردینا استفاده آره فکر کنم اگه گفت مریخ نوردا از این استفاده میکنن. یه سری ترکیبات خاصی به کار رفته توش، خیلی جزئیات که گرما هم خیلی بهتر میتونه. آره برای چیزشه، آره این چون حالا فلز طوریه مثلا گرما رو بهتر هندل میکنه که از گوشی خارج بشه و خیلی گوشی سبکتره، یعنی حدود 10-20% گوشی سبکتره که میشه مثلا حدود 20 گرم که واقعا عدد زیادیه، یعنی قشنگ حسش میکنین که شما تو دستتون که چقدر سبکتر شده گوشی. خیلی سبک. بعد حالا تو دست بعد ببینیم که چطوری میشه. بعد از نظر رنگا 4 تا رنگ داره: تیتانیوم مشکی، تیتانیوم سفید، تیتانیوم آبی و تیتانیوم طبیعی یا تیتانیوم نچرال. حالا چه رنگی؟ ولی فکر کنم همون رنگ طلایی طوره. آره ببین یه رنگ خیلی خاص طلایی ملوه. ببین نمیشه بهش گفت طلایی،
یه مثلا چجوری بگم، ببین یه ترکیب طلایی و قهوه‌ای یا و بیج انگار با هم مثلا خود اون فلز رو با همون رنگی که بوده گذاشتن تو گوشی. مثلا آهن خالی، مثلا آهنی که یه خورده زنگ زده باشه، یه خورده زرد شده باشه، یه همچین رنگ خیلی خیلی خاصیه. فکرم رنگ خاص قشنگیه. رنگ خاص امسال مثل چی مونه، مثل ببخشید مثل رنگ خاک. چجوریه رنگ شن؟ چطوریه شن دریایی؟ چه حالتی؟ حالا تو میذارم، من تصویرشو اینجا میذارم، لازم نیست رنگ و توضیح. خب بعد بریم سراغ. خیلی داشتی تلاش میکردی احساس میکنم. میخواستم خیلی توصیفش بکنم. و آره بریم سراغ اولین تغییر. آقا اولین تغییر اینه که ما فکر کنم از اولش بود یادم نیست، ولی فکر کنم همون اول آیفون 1 ما یه دکمه گوشه داشتیم به اسم دکمه سایلنت و تا آیفون 14 اولش بود. آره که شما خوش خیلی دکمه در واقع حذف کرد. ما دکمه هوم داشتیم، هوم رو حذف کرد. هوم بود، دکمه زیادی همین بودی، یه هوم بودی. آره. کلا آیفون چند تا دکمه داشت بگی؟ نه همین هوم بود. آره. هوم دکمه چیزی بود، گنده بود، کم نبود واقعا. هوم دکمه خیلی خوبی بود. آره هنوز هم هست البته. دکمه اس ای هنوز دکمه هومو داره. آره اس ای هنوز داره. آره بعد حذف کرد. الان اومد دکمه سایلنت، دکمه که نبود، سویچر سایلنت اومد حذف کرد. سویچ سایلنت، سویچش رو حذف کرد و الان شده اکشن باتن. یه چی تو همون بشه مثل چیزی که توی آخ خب ادامه بده شما. من توجه نکنم. اکشن ولوم بذاری اینجاش یه وقت. آره نه اینجا رو میارم پایین بچه‌ها. آره بعد من که کر شدم. بعد اومده دکمه سایلنت رو برداشته و اکشن باتن رو اضافه کرده. دقیقاً یه چیز شبیه اپل واچ اولترا که شما میتونی براش فیچر من به شدت با این حرکت چرتش مخالفم، خیلی مخالفم. خیلی اون سویچر خیلی خوب بود، یعنی اینجی که سایلنت می‌کردی خیلی. ببین سویچره، ببین اصلا یه جوره اصلا رابطه عاطفی برقرار کرده بودم من باش. خب ببین یه دونه خط رنگی داشت. خب تو اصلا دور گوشی رو میدیدی قشنگ متوجه میشدی که الان سایلنت یا نیست. بعد مثلا دست میگردی تو جیبت یه دونه اینجوری زارت میزدی، مثلا میدونی که بالا پایینش رو مثلا الان، ولی الان دکمه باشه مثل دکمه پاور، تو مثلا نمیدونم، امیدوارم مثلا یه حالت بیرون زدگی، تو رفتگی چیز داشته باشه که بتونی مشخص بکنی که این الان مثلا سایلنت هست یا نیست. بعد این دقیقاً اومده، ولی اون رنگ، مخصوصا رنگ خیلی مهم بود. بعد حالا چیزی که الان بزنم رسید این بود. ببین مثلا اون دکمه اکشن باتن اومده دقیقاً بالا دکمه ولومه. خب تو اگه گوشی تو جیبت باشه بخوای ولوم کم و زیاد بکنی احتمالاً دستت میخوره به این و ممکنه بعید نیست این کارو بکنی. آره مثلا حالا فرض کن تو دوربین ست کرده باشی یا هر چیز دیگه، اون مثلا حالا اون حرکت و فانکشن اشتباهی انجام میشه. و خب خود آیفون هم جستر زیاد داشت. مثلا تو اگه بک تپ رو تو اکسسیبیلیتی فعال کنی، مثلا 2 بار تپ کنی اسکرین شات میگیره، 3 بار تپ کنی دوربین باز میشه. حالا میتونی خودت ست کنی. باز به نظرم فکر کنم شورتکات هم توش بودن توی کاری که میشه انجام داد با بک تپ. آره فکر کنم یادم نیست دقیقاً، ولی فکر کنم یه سری فیچرهای محدود بود، نه هر کاری نمیشد. ولی حالا تو اکشن باتن دستت بازتره، تو هر کاری که بخوای میتونی انجام بدی. حالا هم از شورتکات انتخاب بکنی، هم مثل کاری حالا دوربین و اسکرین شات و جام. آره اسکرین شات که نبود، دوربین رو میتونی باهاش پاس کنی که این کارو اندروید داره با دکمه پاور خیلی وقت انجام میده. خیلی حرکت خلاقانه‌ای بود اپل جان. وایس ممو رو میتونی باز بکنی، بزنی سریع مثلا شروع بکنه به یه وایس گرفتن. بعد کار مختلف بود، مثلا چیز فوکس مود رو میتونی عوض بکنی، روشن خاموش بکنی. و یه چیزی هم که داشت برای شورتکات ها بود، اپلیکیشن شورتکات بود که مثلا شما با یه دکمه میتونی مثلا یه اپلیکیشن خاصی رو باز بکنی که اون دیگه میره تو فاز شخصی سازی شورتکات و برنامه‌نویسی که کوچیکی که داره. مثلا این کارا رو میتونی باشه انجام بدی. نمیدونم چقدر جالبیه ولی چقدر به درد بخوره واقعا، نه نمیدونم. بعد تو روزمره ببین شورتکات ها رو مثلا شورتکات ها رو تو واقعا میتونی ازش خیلی استفاده بکنی که
بری تو دلش، تو مثلا آیکون برنامه ها رو با شورتکات مثلا عوض میکنی. یا مثلا من داشتم یه سری شورتکات ها بود مثل آیکون برنامه ها بود برای موقعی که میخوام بزنم گوشیم شارژ بشه، مثلا روشنایی می آورد پایین، ایرپلی مود رو روشن میکرد، وای فای اینا رو خاموش میکرد که مثلا مصرف باتری کم بشه یا مثلا داغ نشه گوشی الکی. مثلا این کارا رو داشتم. یا مثلا تنظیمات مخصوص گیم داشتم. خب مثلا این چیزایی که اگه بخوای واقعا بری تو دلش میتونی چیزای خفنی از توش در بیاری. یا مثلا من یه دونه چیز داشتم، یه شورتکات داشتم برای چت جی پی تی با سیری بودش. خب مثلا این کارا رو میتونی انجام بدی باهاش، ولی اینجوری که به چه قیمت. من واقعا اون سویچر رو خیلی دوست داشتم. حالا این دکمه ها رو که گذاشته که رفت. آره دکمه ها رو که گذاشته قطعا در آینده فیچر خیلی زیادی بهش اضافه میکنه. بعد حالا مثلا همین گیم مودی که اون پشت داده برای خوش کاره میکنه، من دارم برای خودم شرط میزنم. آره بعد دارم گریه میکنم و آب میخورم. آه بکش. بعد سویچری که برداشت اکشن باتون رو اضافه کرد، چی میشه؟ مثلا بعداً در آینده آقا یه حالت گیمینگ میاد اضافه میکنه و ارزن داریم تو با این دکمه میزنی مثلا حالت گیمش فعال میشه. یا قطعا براش حالت شخصی سازی بیشتری اضافه میکنه. حالا تو iOS بعدی باید ببینیم iOS مثلا 22 لطف میکنه مثلا اون موقع یه همچین چیزی میده. آره فوکس مودو میکنه آیفون مود، مثلا گیمینگ مود. آره یه چیزه مثلا do not disturb مود، خیلی خفن، work مود. خب حالا به جای چیز دوربیناش هم بهتر شده. آره نه بذار دونه ببینیم. صفحه نمایش که تغییر نکرده بود. همون صفحه نمایش اصلا همون بود دقیقا. بعد اومد در مورد چیپستی صحبت کرد که اول همه میگفتن A17 بایونیک، بعد شد A17 پرو، حالا احتمالا بعدن A17 آلترا. چرا؟ واقعا که چی؟ A17 مکس و اینا هم یونی میاره. ولی فکر کنم الان خب این کارو کرده، سال بعد قراره A17 عادی رو بذاره تو آیفون 16 عادی. نه شاید یه چیزی به اسم A17 بایونیک مثلا A17 بایونیک بیاد بزنه همون میگم بذاره توی آیفون های مثلا 16 اونا رو مثلا بذاره A18 یا A17 پرو رو مثلا بذاره توی A18 پرو. یا شاید یه چیزی مثلا A17 خالی رو بیاد درست کنه و یه گوشی بین مثلا آیفون معمولی و پرو بزنه، چه میدونم بذارتش توی مثلا یکی از اینا، یا مثلا یه دونه لول پایینتر مثلا بذاره یا بذاره تو آیفون های SE مثلا A17 معمولی بدون هیچ پیش فرق. باید چیز میکرد بعد امسالو میذاشت A17 SE. آره بعد امسالو چیز میکرد، امسالو میذاشت A16 پرو. خب که بعد مثلا سال بعد که مثلا فرق اینا رو اینجوری چیز کنه. میدونی آره الان انقدر یه حس بدی داره به نظرم. مثلا خب دیگه اومده اون پسوند پرو رو گذاشته قبل. آره اون پسوند پرو رو گذاشته برای گوشه پرو. بعد مثلا قراره کلا گوشه پرو سی پی یوش هم پرو باشه. گوشی که پرو نیست مثلا آیفون 15 معمولی بایونیکه، حالا یه اسم دیگه است، معمولی به درد نخور مزخرف چرت داداش. آره خیالی حالا خب کلا میگه. بعد حالا بیچاره بعدش اون پرزنده به اون خوبی مثلا دارم میگم. بعد اومد گفتش آره بعد حالا اومد تو مراسمش گفتش آره این 19 میلیارد ترانزیستور داره و نورال انجین داره که میتونه 35 تریلیون کار یا همون تسک در ثانیه انجام بده. بعد حالا اومد چیپستش رو حالا دونه دونه بازگشایی کرد. یکیش که خیلی برام جذاب بود اگه اشتباه نکنم دیکودر AV1 بود. الان لپتاپ‌های جدید در واقع میشه فکر کنم اگر حالا اطلاعاتم اگر اشتباه بوده اصلاح کنید. دیکودر AV1 نسل بعدی دیکودر که نمیشه گفت انکد AV1 نسل بعدی انکدهای ویدیوییه. نسل بعدی در واقع HEVC میشه AV1 یا فکر کنم HD266 اگر اشتباه نکنم. اگر اشتباه میکنم حتما بگید. و این برای چیز دیگه برای ویدیوه و کیفیت رو نگه میداره ولی حجم پایین داره. آره دقیقاً کاری که
بعد از ما از H264 وقتی 265 حجم فایل‌ها کم شد و کیفیت تا حدود خیلی زیادی حفظ شد. همچین اتفاقی تو AV1 هم داره میفته و لپتاپ‌های جدیدم در واقع کارت گرافیکاشون با این فیچر داره عرضه میشه. آیفون جدیدم AV1 رو ساپورت میکنه. این واقعا یه حرکت رو به جلویی که الان خوبه، چون الان چیزم هست، سینماتیک مود، چیز نمیگم سینماتیک، چرا سینماتیک رو آیفون عادی 4K 30 فریم میاد، پرورز رو آیفون پرو داره 4K 60 فریم میاد. آره و خب این چون خیلی حجم زیادی میبره نیاز هستش که حجم این فایل کم بشه. خیلی حجم زیادی یا باید فضایی حجمش. آره یا باید محفظه اون استوریج اون رو ببریم بالا، یا باید حجم اینا رو کم کنیم که معمولا حجمش رو کم میکنن با تکنولوژی جدید. حالا بعدن اگر کیفیت عقلانی تر، آره اگه بعدن کیفیت 8K، حالا 8K که الان تو گوشه اندرویدی داریم، ولی مثلا اگه بخواد 8K تو آیفون اضافه بشه قطعا حجم خیلی زیادی میبره که حالا با این انکود با این کد فقط میشه کرد. و انتقال فایل 4K یه آره همون چیزشه دیگه، تایپ سیشه که دربارش گفتیم. یه بخش خاصی تو پردازنده A17 پرو هست که بتونه اینا رو هندل بکنه که فایل سریعتر جابجا بشن. 10 مگابیت بر ثانیه فکر کنم سرعت انتقال فایل داره. 10 مگابیت بر ثانیه مال سال 2000 بود. آره 10 مگابیت بر ثانیه گفتی 10 10 گیگابیت 10 مگابیت نی 10 گیگابیته. آره 10 مگابیت خیلی سریع. داداش من 10 مگابیت برام خیلی سریع، همین 10 مگابیت هم 10 مگابیت خیلیه. 10 مگابیت من چه میشه 2.5 مگابایت. نه آره 10 نه من اسکول کردی، من اسکول خودت کردی. 1.25 مگابایت. من حالم خوش نیست، تو هم من اسکول خودت کردی. حالا کی میفهمی؟ آره 10 گیگابیت بر ثانیه. آره بابا میگه 10 مگابیت 10 مگابیت خیلی سریعه. بابا خیلی چیز عجیبیه. آره 10 مگابیت خیلی سریع نیست، ولی 10 مگابایت بر ثانیه خیلی سریع نیست که اصلا سریع نیست، خیلی هم کند. آره آقا بگذاریم. آره خلاصه که با این داداش میدونی که من اینترنت الانم 200 کیلوبایت بر ثانیه هستیه. همچین چیزه فضایی هم نیست، خیلی عجیبی هم نیست برام. تو ایران کیلوبیت ایران آره نه کیلوبایتی، کیلوبیت دیگه خیلی سم. خب قابلیت ری تریسینگ برای بازی و AR مساوی روان‌تر بودن بازی هاست. یه دموی ازش نشون داد برای اینکه شادوها مثلا چیز داره. آره یه دموی نشون داد که مثلا نورپردازی سایه ها خیلی طبیعی ترن و اینکه روونتر اجرا میشن، یعنی در کناری که کیفیت بالاتری دارن بهتر و روونتر اجرا میشن و مثلا بازیتون کمتر لگ میزنه. مثلا 8 FPS بهتون نمیدونستم چیزی که داشت نشون میده این بودش که مثلا با ری تریسینگ شما میتونی 30 FPS بگیری با کیفیت بالاتر. بدون ری تریسینگ همون بازی رو داشتی با کیفیت آشغال و 8 FPS میگرفتی که اصلا کاملا دقیقا اینجوری بود، بازی کم رباتی بود و خیلی هم مانور داد روی این. و یه فیچری که حالا اگر اشتباه نکنم، اگر اشتباه کنم یعنی درست متوجه نشدم اصلاح کنید حتما بگید. مثل این که الان میشه یه سری از بازی که مال کنسول باشه رو روی گوشی اجرا کرد. باز نمیدونم درست گفتم یا آره آره نه من شنیدم گفت نیتیو میتونی روی خود گوشی اجرا بکنی. مطمئنی منظورش استریم نبود؟ شاید میشه استریم کرد، نمیدونم. نه قشنگ من نیتیو رو شنیدم که گفت اصلا اینا برای اینه که رو گوشی اجرا بشن. این تیکشو یادم، چون استریمش آخه چیز خاصی نداره، استریمش فقط یه اینترنت میخواد. خب پردازش هاش روی جای دیگه انجام میشه. مثلا با چه سیستمی؟ چی بود اون مال گوگل؟ داداش استدیا پردازنده. آره مثلا استدیا. خب مثل استدیا روی مثلا سرورهای خود گوگل اجرا میشد، فقط تصویر رو مانیتور میکرد روی گوشی شما. ولی این الان خود بازی روی گوشی اجرا میشه. خب پردازش هاش کاملا روی گوشی انجام میشه.
مثلا اینجوری نیستش که بخواد بره یه سروری خارج از حالا مثلا اون دستگاه شما و پردازش‌هاش اونجا انجام مثل اینکه بشه. اصلا کاملا رو خود گوشی یه انجام میشه. ورژن از اون بازی که تو کنسول هست، حالا یکیش که خیلی روش مانور دادن اساسین کرید بود، اساسین کرید الان میگم بهتون، اساسین کرید میراژ یه دونه چیز بود. آره قراره بیاد تو با آیفون رزیدنت 15 با رزیدنت ایول. نوشته رزیدنت ایول. ایول چی داداش؟ ایولی نوشته رزیدنت ایول یا رزیدنت ایول یا ایول؟ ایویل نوشته میشه، ایول خونده میشه. رزیدنت تلفظش ایول. ایول. رزیدنت ایول و آره. اساسین کرید و خیلی خوبه. حالا که دیگه نمیتونید رو کنسول اجرا بکنید، همون پول رو بدید یا آیفون 15 خیلی رو گوشیتون اجرا بکنید با صفحه‌های کوچولو. رو گوشیتون اجرا بکنید. بکنم ولی چیز باشه، یعنی تو بخری بتونی بین دستگاه منتقلش کنی. عقلانیش باید این باشه دیگه منطقاً. آره. مثلا توی اپلیکیشن مثلا چیزشون نصب می‌کنی، اپلیکیشن فکر کنم روی PS5 ان اینا بازیشون، یعنی روی پلی استیشن ان. فکر کنم یه اپلیکیشن مثلا برای سونی رو نصب می‌کنی و رو اکانتت لاگین میشی و اینا مثلا همش با هم هست. احتمالاً اینجوری باشه. یا شاید هم نباشه و مثلا رکب بخوری. نمیدونم. مثلا شاید یه نسخه جدا بدن ربطی به پلی استیشن اینا اصلا نداشته باشه. و بریم سراغ دوربین. این دوربین خیلی خوشگل و جذاب. به قول خودشون 7 تا دوربین. درست میگم؟ 7 تا دوربین توی 3 تا دوربین جا داده. ماکرو، بله. اولترا واید، عادی، 1 و 2، 1 و نیم، 2 اصلا زومش اینا ضربای برابریشه. آره. زومشه. و 3 یا 5. حالا بعد سالها بالاخره یکم اپتیکال بیشتر روی آیفون 15 پرو مکس. پرو مکس نه پرو مکس حالا مثلا یه تغییر داره. ببینش که 48 مگاپیکسل عین پارسال 48 گذاشته، نرفته بالا. نه 48 جدیده. از نظر مگاپیکسل عوض شده ولی دوربین سنسورش جدیده. آره سنسورش جدیده. حالت عادی دیگه 24 میگیره. 12 قبلا میگرفت. الان فکر کنم اگه درست بگم الان 24 میگیره. آره 24 میگیره. بعد الان میتونه تو 3 حالت 24 میلیمتر، 32 میلیمتر و 35 میلیمتر اگر اشتباه نکنم شات کنه، فیلم عکس بگیره که میشه 1 و 2 دهم 1 و نیم و 2. کوچیک‌ترین جزئیات این همون فناوریه که پارسال با چیز داشتی 12 مگاپیکسل وسط و الان اومده متغیرش کرده. یعنی مثلا اون 12 مگاپیکسل شما داری که میشه همون 2 برابرش. بعد مثلا یه ذره بزرگترش کرده که مثلا 1 و نیم برابر و 1 و 2 دهم برابر هم داره. آره شبیه چیز شده دیگه، شبیه این لنزای دوربین DSLR شده که شما مثلا اینو میچرخونی هر قسمتی که وایسی اپتیکال بهت میده. یه همچی حالتی رو داره تداعی میکنه برای گوشی ها که خیلی کار خفنی به نظر من، چون مثلا بعضی وقتا تو 2 برابر هم نمیخواد زوم بکنی برای چیزی ولی کیفیت کم میشه. آره یه چیزی بینش باشه. آره با کیفیت کاملا طبیعی و کیفیت کامل دیگه میتونی اون عکس رو بگیری و خیلی خفنی. آره. بعد نایت مود به همراه فوتونیک انجین اگر اشتباه نکنم پارسال هم بود فکر کنم، ولی حالا نایت مود اپل دیگه رو هر چی اسم میذاره. مثلا اینا دیپ فیوژن مثلا من یادم رو آیفون 8 بود یا 7 بود، این همشون یه چیزن. خب مثلا یه پردازش نرم افزاری که هی بهتر شده مثلا اسمش عوض میکنه فوتونیک. آره و حالا خیلی دیگه از این جزئیات زیاد گفت، بریم سریع ردش کنیم. بهبودهای اسمارت HDR رو گفت، تلفوتوی 3 برابری توی نسخه پرو یا 5 برابری تو پرو مکس. ما پارسال اینجوری داشتیم 1 برابر که معمولی بود. اول که تو پرو مکس ما 1 برابر و 3 برابر رو داشتیم. تو 13 تو 14 اومد 2 برابر رو اضافه کرد. تو 15 اومد 5 برابر هم اضافه کرده. یعنی 1 برابر، 2 برابر، 3 برابر، 5 برابر. الان فکر کنم مودهای مختلف پورتریت که شما میتونید انتخاب کنید. حالا خودش 3 برابر خیلی زیاده.
واقعا 3 برابر خیلی زیاده، ولی خب آره. فاصله دور خیلی خوشگل میشه. 5 برابر الان برای چی به درد میخوره؟ به درد کلوزآپ میخوره. اگه بخوای تصویر شات کلوزآپ بگیری این چند تا نمونه خود اپل نشون واقعا خوبه. بعد دوربین اولترا حتی پورترهای جالبی هم میشه باش گرفت. دیگه باید خلاق من باشی فکر دیگه. نمی‌کردم با 5x کسی تله بگیره. آره ولی این چیز جالبی بود. این نشون میده که ما دوگم هستیم آیه شهیدی. دوگم نباشیم. بله دوگم. آقا اولترا واید 12 داره و تا 120 میلیمتر، همون 5 برابر که گفتم، تا 120 میلیمتر قابلیت عکاسی داره. قابلیت فیلم برداری پرورز 4K 60 فریم. قبلا نمیدونم تا فکر کنم قبلا تا 4K 30 بود. 30 فریم بود. آره الان شده 4K 60 فریم برای تصاویر اسلوموشن. خیلی خوبه برای تصویرهای حرفه‌ای. خیلی خوبه. چیزی هم خیلی ریز اشاره کرد، اولین گوشی که ACES رو ساپورت میکنه، سیستم رنگ آکادمی اسکار اگه اشتباه نکنم، نمیدونم چه بده مثلا میتونه باشه فیلم سینمایی هم ضبط کنه، سیستم رنگشون. حالا اینو واقعا اینو بیشتر تبلیغاتی خیلی تبلیغاتی، یعنی من که اصلا قطعا سامسونگ هم مثلا یه بار این کارو کرده بود که به 2 کارگردان داده بود یه فیلم ساخته بودن با سری اس. سامسونگ کرده بود، در واقعیت همچین اتفاقی خودش نمیفته. یه بار همین اپل یه بار این کارو کرده بود. آیفون پارسال هم کرد، پارسال کرده بود اشاره یادمه. یه چیز فضایی گرفته بودن. بعد 2 تا دوربین. ببین آخه میدونی یه مشکلی داره این وسط، یعنی تو حالت عادی مثلا تو روز بخوای فیلم برداری بکنی همه گوشی‌ها خفنن. خب همه گوشی‌ها خفنن. تو با میان رده سامسونگ هم میتونی چیز خوبی بگیری. فقط مثلا اون سطح را بودنشه که برمیگره بهش که اونم مثلا الان همه آیفون رو داشتن. تنها موقعی که تو واقعا نمیتونی با آیفون فیلم سینمایی بگیری موقعی که نور کمه. انقدر چون سنسورش کوچیکه دیگه بالاخره کلا انقدر گوشیه انتظاری ازش میشه داشتهش و نویز زیادی میگیره تو قسمت‌های تاریک. یعنی در هر صورت به خاطر اون اندازه سنسورش بازی سری محدودیت‌ها داره و واقعا نمیشه به عنوان دوربین فیلم برداری خیلی خفن بهش نگاه کرد توی شب. مثلا خود خیلی از فیچرهای آیفون و خیلی از فیچرهای دوربین آیفون واقعا استفاده نمیشه. واقعا الان مثلا خودت از حالت پورتری گوشی چند دفعه استفاده کردی؟ من مثلا خیلی زیاد، فقط موقعی که سفر میری. من واقعا نه من آره ولی مثلا عکس چیز واقعا میخوام عکس بگیرم استفاده میکنم. مثلا عکس عادی قرار نیست استفاده کنم، مثلا تولدی باشه مثلا حتما ازش استفاده میکنم. و مثلا این امکاناتی که استفاده نمیشه رو سامسونگ داشت اتفاقا خیلی بیشتره. یعنی من مثلا رو آیفون از ماکرو استفاده میکنم، اولترا واید استفاده میکنم، زوم رو استفاده میکنم، پورتره رو استفاده میکنم. سینماتیک رو کم استفاده کردم، سینماتیک واقعا زیاد استفاده نداره. ولی مثلا هیچ وقت بهش به عنوان اینکه مثلا بخوام یه روزی مثلا من یه کارگردانی میشم قرار با آیفونم فیلم بگیرم بهش نگاه نکردم. به این چشم نگاه کردم که شاید یه روز مثلا یه یوتیوبر حالا بزرگی هم شدم شاید همچنان با گوشیم بخوام ویدیو بگیرم، چون چیز خوبیه واقعا کارو خیلی راه میندازه. تا مدت‌ها من قراره با گوشیم ویدیو بگیرم، ولی اینکه بخوام فیلم سینمایی باهاش بسازم خیلی بهش فکر نکردم. البته یه فیلم کوتاه قراره بسازم با هوش مصنوعی که اونو قراره از آیفون استفاده کنم، ولی خب حالا بگذاریم اسپویل نکنیم. بعد یه فیچر هم که اضافه شده اگه یادتون باشه 3 ماه پیش ما ویژن پرو رو داشتیم، چقدر اون موقع سرصدا کرد. الان شما میتونید، خیلی اون موقع میگفتن که مثلا شما با ویژن پرو میتونی ویدیو ضبط کنی، خیلی عجیب غریبه. الان شما میتونی با خود آیفون 15 پرو و پرو مکس اسپشیال ویدیو ضبط بکنی، یعنی ویدیویی که به درد ویژن پرو بخوره. در تمامی فکر نکنم این فیچر به درد بخوره. تو باید ویژن پرو هم داشته باشی که بتونی تازه مثلا از اون فیلمی که گرفتی لذت ببری. این یه فیچر بود که اضافه شد. یه حالت چیزی بودش که هم با دوربین اصلی ویدیو میگیره، هم با دوربین اولترا واید که بتونه یه فضای با 2 تا دوربین همزمان بیشتری رو بهت نشون بده که تو مثلا وقتی سرتو میچرخونی بتونی ببینی بقیه فضا رو، یا مثلا یک سری گوشه های مثلا اون سابجکت رو بتونی ببینی و والا از قابلیت‌های الکی که هیچ قرار نیست استفاده بکنه ولی خیلی جو میدن. و بریم سراغ قیمتش که
از $1000 شروع میشه برای نسخه پرو و $1200 برای نسخه پرو مکس با بله. بیس 256 گیگ که فکر کنم اینجوری شروع بشه، چون تو اون اسلایدش با 256 نوشته بودن. آره و خلاصه که به این شکل شما میتونید این گوشی هم قیمت چیز 256 14 پرو مکسه، ولی خب مثلا دیگه 128 رو کامل حذف کردی که به نظرم این کار خوبی دارن میکنن. حافظه کما رو حذف میکنن، مثلا 13 حافظه 64 ازش حذف شد. سامسونگ هم این کار رو سر S23 کرده بود. S23 اولترا مثلا حافظه 128 نداره یه و خیلی اصلاح کار خوبی که بکنم اپل هم داره انجام میده. و یه اصلاح بکنم بگو. آیفون 15 پلاس 3 تا استوریج 128 256 512 این گفتی نداره 512 هم داره. آره خب خوبه. بعد خوبه. آره دیگه کلا 4 تا گوشی معرفی شد. یه جنبندی بخوام از گوشا بکنم، آیفون 15 واقعا چیزای جدیدی داشت، مخصوصا تو دوربیناش. واقعا یعنی دوربیناش خوب بود. از نظر طراحی مقدار تغییر کرده. کلی بخوام بگم اگر 14 دارید مثلا نه سمت 15 برید. به درد نمیخوره. اگر زیر 12 دارید برید سراغ 15. ولی بالای 12 13 14 اصلا به درد نمیخوره که آپگرید، چون واقعا چیزی که بخواد ترغیب بکنه واقعا نداره. همینطور برای آیفون های اونی اگر آیفون 11 یا مثلا اگه آیفون 11 دارید 11 معمولی شاید خرید 15 منطقی باشه، به شرطی که 11 تون رو نفروشید. آخه حتی آره، چون میدونی واقعا اولا که پیشنهاد دادن 14 و 15 تو ایران که اصلا کار عقلانی نیست. خب کسی که مثلا واقعا خیلی خوشش بیاد شاید بره بگیره. کسی که فن آیفون باشه میخره، ولی مثلا آدم معمولی شاید خیلی نخره. آره. حالا اگر مثلا ما بگیم که شما این مشکل داستان ریجستری هیچ مشکلی نداشته باشین، حتی آیفون 11 هنوز هم میتونه کارشون رو راه بندازه. شاید یه سال بخواید صبر بکنیم، ولی الان سالیه که میتونین شروع بکنیم به این فکر که حالا میتونم عوض بکنم گوشیمو اگه بخوام به نسخه جدید. ببین خب بستگی به کارایی طرف داره، نمیشه برای هر کسی گفت. اگر منظورت اینه که بره نو آیفون 11 بخره که اصلا نه. بخوای نو بخری همون واقعا 15. نه منظورم که اگه 11 داره، آره بابا خولم میگه.